صبحتون بخیر از یک روز پاییزی ولی نه چندان سرد در لندن. مالبن اما هنوز واقعا نمیدونم چطوری اینو تلفظ بکنم. اسم محله های لندن زمین تا آسمون با اون چیزی که می‌نویسن فرق میکنه. بریم که یه روز کاری رو شروع کنیم. Try too long, you'll get hurt. I don't think that'll ever work. Seen a lot of yous round here before. Just get used to me around. من توی یک کمپانی پراپرتی دیولپمنت تو قسمت مارکتینگ کار میکنم که کارش ساخت و فروش آپارتمان در سراسر لندن هستش و برای نوامبر هم کمپین داریم و کلی سرمون شلوغه که مواد مورد نیاز برای کمپین آماده بکنیم. ساعت 12:30 که میشه از آفیس میزنم بیرون که برم ناهار بگیرم. این منطقه که من هستم چون خیلی جای توریستیه واقعا گرونترین کافه و رستوران ها تو این منطقه است. بعضی موقع میرم از کافه ها چیزی میگیرم و اینا، ولی از همکارام یاد گرفتم که یکی از بهترین گزینه ها M&S یه فروشگاهیه توی انگلیس که حالا هم لباس داره ولی سوپرمارکتش از لباساش معروف ترن و خب خیلی چیزای خوبی داره، خیلی تازه و خوب. همیشه معمولا سالادی یا ترکیب مرغ و سالاد ازش میگیرم و خلاصه بین انگلیسی‌ها یکی از فروشگاه خیلی محبوبه و بعد غذا میارم برمیگردم آفیس و اونجا با همکارام میخورم و بعد دوباره برمیگردم سر کارم تا ساعت 5:05. از اونجایی که دارم یاد میگیرم که چطور در کنار کار فول تایم کارمندی 9 to 5 بتونم بیشترین لذت رو از زندگیم ببرم، سعی میکنم که 1-2 روز در هفته بعد کارم هم یه پلنی، یه برنامه چیزی بریزم و خلاصه کل روز به کار کردن نگذره. امروز بعد کار اومدم یه ایونتی که دعوت شده بودم، یه رستورانی توی لیورپول استریت توی تقریبا به سمت شرق لندن، یه شف ایتالیایی رو دعوت کرده بود و این شف در واقع توی رستورانی کار میکنه که خالق پاستا آلفردو بودن و دیگه قراره که اون پاستایی که 60 ساله توی روم توسط این رستوران درست شده رو برامون درست بکنه و یه ایونت خیلی جذابیه. 5 کورس غذا بود و حقیقت ترکیدیم. چقدر امروز روز تاریک و ابریه و دیگه ببخشید خیلی نور خوب نیست و اینا، اما اومدم یه چیزی بهتون بگم. یه جمله من چند وقت پیش توی سوشال میدیا دیدم و استوریشم کردم و وقتی که داشتم جمله رو میخوندم یهو کل اصلا تصمیمای زندگی اومد جلو چشم. این بود جمله که اگر که کسی چیزی رو نداره که ما میخوایم و لایف استایلش اونی نیستش که ما دوست داریم، اصلا لزومی نداره که ما بخوایم به حرف این آدم گوش بکنیم، نصیحتاشو گوش بکنیم، چون اینجوری فقط داریم وقتمون رو تلف می‌کنیم. ببین بارها شده شاید مثلا ما تو زندگیامون خواستیم تصمیمایی بگیریم که برای خودمون میک سنس میکنه به قول انگلیسی‌ها و بر خودمون منطقیه، ولی از نظر خیلی‌ها احمقانه است، غیر منطقی و فلان. مثلا ممکن تو یه کاری داشته باشی که کارت حقوق خوبی داره، قرارداد ثابت داری فلان، ولی تو دوستش نداری به هر دلیلی و میخوای که اصلا بیای بیرون و مثلا بیزینس خودت را بندازی و همه مثلا بهت میگن دیوونه ای، یعنی چی نمیدونم، همه آرزوی شغل تو رو دارن با این حقوق خوب فلان، برای چی داری میای بیرون فلان، بچسب به کارت و از این حرفا بهت میزنن. اما بابا این کسی که این وسط خوشحال نیست تویی و تو دوست نداری، این برای تو نیست، این مدل کار اصلا برای شخصیت تو ساخته نشده، پس چرا تو باید حرف اونا رو گوش بکنی؟ حالا من واقعا چند تا مثال اصلا تو زمین برای خودم دارم. من ببین آدم ریسک پذیریم و کارهایی که از نظر بقیه خیلی مثلا عجیب غریب بوده تو زندگیم یه چند باری انجام دادم و واقعا چقدر خوشحالم که گوش نکردم به حرف بقیه،
چون که همه اون تصمیمات در نهایت باعث شد که مثلا من بتونم زندگیمو بهتر بکنم به سمتی که خودم دوستش دارم. 20 یا 21 سالم بود. من اون موقع داشتم رشته هوشبری میخوندم که در واقع میشه همون حالا بیهوشی توی اتاق عمل و یکی از افسرده ترین دوره های زندگیم اون موقع بود، به خاطر اینکه ما از ترم دوم رفتیم بیمارستان و من اون موقع مثلا فکر میکردم که حالا این رشته برای منه، من دوست دارم تو اینجا کار بکنم و همین که وارد محیط بیمارستان شدم و اینطور شدم که یعنی من قراره کل آینده‌مو توی اتاق عمل با اون نورای مثلا خیلی سفید هارش بدون پنجره و فلان، با یه کاری که یه روتینه، یعنی هیچ خلاقیتی توش نیست، میای این کارا رو مریض انجام میدی و بالا سرش وای میسی و تمام. اصلا ببین انقدر من حالم توی اون 2 سالی که داشتم اون رشته رو میخوندم بد بود، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بازارکار خوبی داشت رشته اون موقع، حالا الان نمیدونم، ولی و من به هر کی که مثلا اینطوری بودم که من اینو دوست ندارم، میخوام بیام بیرون، میخوام برم هنر، میخوام برم دانشکده هنر، همینطوری من دیوونه ای آدم مثلا کار حاضر و آماده نمیدونم بازارکار داره فلان، برای چی مثلا میخوایم چه کاری بکنی و اینا. ولی خب ببین من مثلا روحیه هنری بود، آدمی بودم که خیلی خلاقیت برام مهم بود و دوست داشتم که کارم یه کار خلاق باشه، یه محیط جذاب زیبای فلان باشه و واقعا من تو اون 2 سال افسرده بودم که داشتم اون رشته رو میخوندم. از دورنمای زندگیم افسرده بودم، از اینکه قراره که من در آینده این کارو نمیدونستم موقع دلیل افسرده این چیه لزوما، حالا الان که بهش برمیگردم میفهمم. و من خیلی کله شقبار اومدم بیرون و رفتم رشته طراحی لباس دانشکده هنر ثبت نام کردم و ببین افسردگی من خوب شد، یعنی تمام مشکلات من خوب شد، چون یهو دورنمای زندگی عوض شد. شاید ممکنه برند خودم رو داشته باشم، میتونم مثلا توی محیط جذاب کار بکنم، حالا درسته من اون مسیر رو نرفتم ولی اون موقع دورنمایی اصلا انقدر حال منو خوب کرد و اینا. یه ذره بیام جلوتر راجع به پیجم. ببین من سال 2018 پیجم رو شروع کردم. هدفم با مزه از شروع کردن پیج این بودش که یه پرسونال برند بسازم که بعدا خواستم مثلا برند لباسم رو لانچ بکنم، آلردی یه مخاطبی داشته باشم و مثلا مارکتینگ پیجم رو بتونم بهتر انجام بدم، مارکتینگ لباسامو بتونم بهتر انجام بدم. سال 2018 اینفلوئنسر مارکتینگ 2018 میتونم بگم اینفلوئنسر مارکتینگ مثل الان نبود دیگه و هنوز برای آدما گنگ بود، آدما اصلا ایده‌ای نداشتن که چقدر میشه مثلا از این کار درآمد داشت. و خب میدونم خیلی از آدما با شیر کردن زندگیشون به صورت آنلاین مشکل دارن. شاید اطرافیانم جزو اون دسته‌ای باشن که مشکل داشته باشن که اصلا بخوان زندگی مثلا خصوصیشون رو تو فضای آنلاین شیر بکنن و خب طبیعتا میان حالا یه سری نظراتی میدن، مثلا حالا میگم شاید الان یه خورده اوپن تر باشن آدما نسبت به این داستان، ولی اون زمان خیلی گارد داشتن و واقعا الان بهش فکر میکنم که من اگه قرار بود که حرف بقیه رو گوش میکردم یا میذاشتم نظراتشون رو من تاثیر بذاره، من چقدر مسیر زندگیم فرق میکرد. یعنی شروع اصلا این ورود من به دنیای مارکتینگ پیجم بود، یعنی کلا مسیر زندگیم عوض میشد واقعا. چون برای من اوکی بود که بخوام زندگیمو حالا بخشای از زندگیمو، نمیتونم بگم کل زندگیمو، بخشای از زندگیمو به صورت آنلاین شیر بکنم. آدم اجتماعی هستم، مشکلی با این داستان ندارم، ولی اون آدمایی که مثلا به من نصیحت میدادن که خیلی خوششون نیومد از این که مثلا من بخوام پیج داشته باشم، خودشون آدمای پرایوتی بودن، خودشون شاید خیلی آدمای اجتماعی نبودن و خودشون خیلی راحت نبودن که بخوان زندگیشونو شیر بکنن. پس دوباره اینجا برمیگردیم به اینکه آدما با هم متفاوتن. اگر که یه کسی میخواد یه کاری رو انجام بده، اگه تو میخوای کاری انجام بدی و بقیه دارن بهت میگن نکن، شاید اون بقیه خواسته تو رو ندارن، اصلا شاید اون بقیه شخصیتشون خیلی با شخصیت تو فرق میکنه که دارن این حرفو بهت میزنن. توجه بکن که کی داره بهت چی میگه و تو کجا باید حرف کیو بپذیری و گوش بکنی. و بعدم وای راجع به مهاجرت، ببین من خیلی شاکی بودم از اینکه تو ایران دارم زندگی میکنم به دلایل مختلف که باز این دلایل همه به مدل شخصیتم برمیگرده. غر میزدم به اطرافیانم زیاد، واقعا غر میزدم. و مثلا یه بار یادمه که مامان بابام نشسته بودن و بهم اینطوری کردن که بابا
تو زندگیت خوبه، چرا انقدر مثلا ناشکری میکنی؟ چرا انقدر مثلا شاکی از این داستان؟ داری کارتو داری، زندگیت اوکی دیگه، چرا مثلا اینجوری انقدر چیز میکنی؟ حالا فکر کردی اون بر چه خبره مثلا؟ بعد یه 4 تا از این ویدیوهایی که توی اینستا و تلگرام و این داستانا وایرال میشه، مهاجرا میان مثلا یه سری قرو پرا میکنن، وای نمیدونم آلمان یه دونه آیفون تصویری ندارن، حالا انگار مثلا ما به خاطر آیفون تصویری مهاجرت کردیم، یا مثلا اینش اونه، اینش اینه فلان. بعد من یه بار یادم به دختر خالم که خیلی از لحاظ شخصیتی این آدم خیلی به من نزدیکه و مهاجرت کرده بود خودش. همونجوری داشتم با این صحبت میکردم، همون لحظه مام بابام بغلم بودن و داشتن میگفتن که بابا اون برام خبری نیست، تو برای چی اینقدر قور میزنی؟ هم موقع یه عکس مامام براش فرستادم، بهش گفتم که اینا نشستن بغل من دارن این حرفا رو میزنن. بهم گفتش که ببین تو مامان بابات اگر میخواستن مهاجرت بکنن و اگر آدمهایی بودن که از زندگی تو ایران ناراحت بودن 20 سال پیش مهاجرت کرده بودن، چون من مثلا بچه که بودم مامان بابام شرایطی اینو داشتن که مهاجرت بکنن. اونا اوکیین، تو اوکی نیستی، تو فکر میکنی که باید بری و وقتی اینو فکر رو میکنی برو، تو مدل زندگیت با اونا فرق داره. و واقعا همین بود. من مهاجرت کردم و خوشحالم از این که این تصمیم رو گرفتم. شاید اگر که یه کس دیگری مثلا جای من بود که مدلش با من متفاوت بود، چیزای دیگه از زندگی میخواست، خوشحال نمی بود از این تصمیم. ولی خب من با توجه به شناختی که خودم داشتم فکر میکردم که مهاجرت، من آدم مهاجرت هستم، مهاجرت برای من هستش و تصمیم رو گرفتم و خوشحالم بابت این تصمیمم. مثالا رو از زندگی خودم زدم که بگم بارها این جمله به من ثابت شد. پرحرفی کردم، بریم سراغ بقیه ولاگ. آقا من مثال مام بابامو زدم چون که میدونم که از این چیزا ناراحت نمیشن و من مثلا گفتن این حرفا اگر ولاگمو ببینن اوکی هم باشه، ولی واقعا اینم اضافه بکنم که خدایی مام بابام بعد اینکه مهاجرت کردم خیلی ساپورتیو بودن و خیلی حمایت کردن، هیچ وقت بهم عذاب وجدان ندادن و همش امید دادن که درست میشه، کار پیدا میکنین، نمیدونم خونه که میخواین پیدا میکنین، چقدر ما خوشحالیم که به چیزی که مثلا میخوای رسی. و واقعا همه جور یک بار به من حس عذاب وجدان ندادن و همه جوره خوشحال بودن از خوشحالیم. حالا اینم اضافه بکنم و میدونم خب حرفای اون موقعشون واقعا واسه این بودش که بخوان به من بگن که آقا حالا انقدرم هرس نخور، حالا مثلا اونقدرم چیزی رو از دست ندی و حالا لذت ببر از زندگی تو اینا. گفتم اینو اضافه بکنم که واقعا چون ممنونشون هستم. اینجا محله میداویله، من همیشه سرا هم تو این محله یعنی استاپ داره مترو و مثلا میگم که خیلی آدم خوشتیپ و فلان هم پیاده میشن، ولی خب امروز بریم ببینم. خیلی محله کیوتیه و داشتم اتفاقا دوباره میرسیم به همون بحثی که من توی ولاگ پیش گفتم که این محله هایی که واقعا دوست دارم محله رو که توشون زندگی بکنم، خونه اجاره‌ای خوب پیدا نمیشه دیگه و واقعا این موزل هستش توی لندن. و اتفاقا چقدر محله شبیه شهر قبلیمون توی انگلیس. من تو پرستان زندگی میکردم، بعد الان داشتم به وحید میگفتم که زندگی کردن تو همچون جایی یه لاکچری محسوب میشه تو لندن. اینجا رو میبینید همه وایستادن عکس میگیرن و اینا. بیتلز، گروه بیتلز کاور آلبومش رو روی این خط کشید، در واقع عکس گرفته واسه همین خیلی شلوغه. از میدویل پیاده اومدیم تا سنجان بود، یه خیلی کم 20 دقیقه 25 دقیقه پیاده بود و گشنمه حقیقت. من ببینم چی پیدا میکنم.
ما از میداویل تا الان تقریبا نزدیک خیابون آکسفوردیم. پیاده اومدیم، فکر کنم تقریبا مثلا ساعت 1، الان ساعت حدوداً فکر کنم 4 باشه، 3:30 4 باشه دیگه. همینطور داریم پیاده میایم. فکر کنم مثلا نزدیک 14-15 هزار قدم اومدیم دیگه. اومدیم اینجا. این اسم این کافه اسمش واچ هاوس، قهوه تخصصی داره. یه شعبهش توی همین نزدیک آکسفورد استریت، ولی یه شعبهش هم توی همسیت. حالا نمیدونم شاید جای دیگه هم شعبه داشته باشه. خیلی قهوه‌های تخصصی خوبی داره. و خلاصه واقعا یکی از تفریحات ما شده قدم زدن توی کوچه پس کوچه ها دیگه. هر آخر هفته یه محله میریم و اینطوری مثلا چند ساعت راه میریم. مرسی از اینکه توی این ویدیو با من همراه بودین و شما رو تو ویدیوی بعدی میبینم.